آلومینیوم به عنوان یکی از پرکاربردترین فلزات روی زمین به دلیل داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد گوناگون در ساخت انواع سازه‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما یکی از مهمترین المان‌ها برای پایداری بیشتر این فلز در موارد مصرفی مقاومت به خوردگی آن است. دستیابی به مقاومت به خوردگی بیشتر در فلز آلومینیوم مسیری طولانی را در طی سالیان گذشته سپری کرده است. در ابتدا مشاهده شد که سطح آلومینیوم در معرض هوا به طور طبیعی توسط یک لایه اکسیدی غیرفعال پوشانده می شود که فلز را در برابر خوردگی محافظت می کند. این پدیده مقدمات یک فرایند تحقیقاتی را با هدف حاصل کردن یک لایه اکسیدی مصنوعی جهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی و همچنین پایداری خواص آلومینیوم فراهم کرد. در سال 1911 میلادی این تحقیقات منجر به ثبت اختراعی بسیار کارآمد شد: آنودایزینگ الکترولیتی آلومینیوم در محلول اسید سولفوریک. در این فرایند ابتدا سطحی که باید آنودایز شود به منظور از بین بردن روغن‌های رسوب داده شده طی فرایندهای قبلی چربی زدایی می شود. سپس با آب فراوان شستشو داده می شود. پس از آن از محلول H استفاده می شود تا اکسید طبیعی موجود بر سطح آلومینیوم حذف گشته و یک نواختی آن افزایش یابد. گام بعدی نیز شستشو است و به دنبال آن برای از بین بردن بقایای محلول‌های مراحل قبلی یک مرحله خنثی‌سازی ترتیب داده می شود. البته جهت جلوگیری از آلودگی ناشی از انتقال محلول‌های قبلی و به دست آوردن سطحی تمیز شستشوهای بیشتری لحاظ می شود. پس از طی این مراحل سطح برای اکسیداسیون آنودی آماده است که با غوطه‌ور شدن قطعه آلومینیومی در یک محلول الکترولیتی صورت می‌گیرد. اصطلاح اکسیداسیون آنودی به خاطر این است که لایه اکسیدی بدون استفاده از رسوب فلزات دیگر و تنها با قرار دادن آلومینیوم به عنوان آنود در مخزن الکترولیتی تشکیل می‌شود. عملیات آنودایزینگ با عبور جریان مستقیم برق از محلول الکترولیت انجام می شود. در این شرایط در محلول الکترولیت یونهای H مثبت به سمت کاتود و یونهای OH منفی به سمت آنود حرکت می کنند. پس از گذشت چند ثانیه از عبور جریان برق از داخل الکترولیت بر سطح آنود گاز اکسیژن ایجاد می شود که با آلومینیوم واکنش داده و لایه‌ای نازک از اکسید آلومینیوم را در سطح آن تشکیل می دهد. لایه اول تشکیل شده اکسید آلومینیوم به شدت فشرده است و عبور جریان الکتریسیته را در ادامه دشوار می کند. این لایه مانع نامیده می شود. به دلیل استفاده مداوم از جریان الکتریکی و عملکرد محلول الکترولیت تعدادی حفره بر روی لایه مانع ظاهر می شود. از آنجا که پیش از رسیدن ضخامت لایه اکسیدی به حد اکثر میزان خود حفرات روی لایه مانع تشکیل می شوند، عبور جریان الکتریکی به واسطه وجود این مناطق امکان پذیر خواهد شد. در ابتدا این حفرات به صورت استوانه‌ای بر سطح لایه مانع تشکیل می شوند. سپس به دلیل برقراری فاصله تعادلی میان حفرات، این استوانه‌ها به سلول‌های 6 ضلعی تبدیل می‌گردند. در نهایت یک لایه چسبنده از اکسید آلومینیوم شکل می‌گیرد که از نظر شیمیایی به فلز پایه پیوند خورده است. هنگامی که لایه آنودی تشکیل می شود، یک فرایند شستشوی دیگر نیز اعمال می شود تا آثار باقی مانده احتمالی از محلول آنودایز به طور کامل از منافذ حذف شوند. در این مرحله در صورتی که نیازی به رنگامیزی سطح فلز نباشد، مستقیما به سراغ مرحله بعدی یعنی آببندی خواهیم رفت. اما چنانچه بخواهیم رنگ آلومینیوم تغییر کند، با رسوب دادن نمک‌های فلزی و ترکیبات شیمیایی مخصوص در داخل منافذ لایه آنودی می‌توان توناژهای مختلفی از رنگ را بر سطح آن ایجاد کرد. پس از اینکه لایه آنودی ایجاد گشته و روند رنگامیزی تکمیل شد، منافذ باید آببندی شوند. به این منظور اول از همه یک شستشوی دقیق با آب صورت می‌گیرد.
سپس با آب دیونیزه شده جهت حذف کامل باقی مانده های اسیدی از منافذ شستشو داده می شود. در نهایت ساختار متخلخل لایه آنودی برای به دست آوردن بالاترین سطح مقاومت در برابر خوردگی به دو روش هیدراته کردن و یا اشباع آببندی می شود تا منافذ پر شوند. در آببندی هیدراته کردن آلومینیوم آنودایز شده که منافذ لایه آنودی آن همچنان باز هستند درون یک مخزن قرار داده می شوند. با استفاده از آب دیونیزه شده و یا بخار آب، اکسید آلومینیوم شروع به هیدراته شدن و افزایش حجم می کند تا نهایتاً منافذ آن به طور کامل بسته شوند. اما در آببندی به روش اشباع، بستن منافذ سطحی بدین صورت انجام می شود که آلومینیوم آنودایز شده در یک مخزن آب دیونیزه حاوی نمک‌های معدنی غوطه‌ور می شود تا این مواد طی یک واکنش شیمیایی درون منافذ رسوب کنند. در نتیجه هر دو روش یک لایه آنودی تولید می شود که در برابر سایش بسیار مقاوم بوده و قادر به محافظت از آلومینیوم در برابر خوردگی جوی خواهد بود. با فینیشینگ متمایز آلومینیوم البرز کیفیت روز اروپا را تجربه کنید. همراه شما از مرزها عبور می‌کنیم. مجتمع آلومینیوم البرز